سلام بچه، به کانال من خوش اومدید. تو این قسمت از ویدیو میخوام در مورد یه سری بیماری باور نکردنی براتون صحبت کنم که شاید براتون جالب باشه. یه سری بیماریایی که خب معلوم نیست چجوری به وجود میان، درمان دارن ندارن، اصلا چجوری. اگه براتون جالبه تا آخر ویدیو با من همراه باشین. پس بزن بریم. سندرم آلیس تو سرزمین عجایب. هممون شخصیت داستانی آلیس رو میدونیم. در واقع آلیس دخترکی بود که کیکی میخوره و وقتی که اون کیک رو میخوره انقدر بزرگ میشه که دیگه تو اون اتاق جا نمیشه. جالب بدون که همچین سندرومی واقعا وجود داره. دقیقاً همین اسم سندرم آلیس تو سرزمین عجایب. تو این سندروم فرد فکر میکنه، داخل ذهنش فکر میکنه که خیلی بزرگ شده یا خیلی کوچیک شده. یعنی اصلا اندازه خودش رو نمیتونه با محیط اطراف حفظ بده. خب هیچ دلیلی نداره به وجود اومدن بیماری و هیچ درمانی هم هنوز دکتراش پیدا نکردن. افرادی هم که به این سندروم دچار هستن خیلی سردرد و میگرنی شدید میگیرن. من واقعا به این فکر میکنم مثلا خیلی عجیبه. یعنی بر خودم مثلا تصور میکنم که هی فکر کنم اندازم یه خیلی کوچیک یا خیلی بزرگه، اصلا نمیشه زندگی. سندروم بعدی که میخوام برات بگم سندروم گرگینه است. افرادی که این سندروم رو دارن مو کلا تو کل بدنشون رشد میکنه، حتی صورتشون دور تا دورشون، فقط یه دو تا چش زده بود. خب این تو نگاه اول واقعا خب وحشت، در حالی که کلا هیچ درمانی هم وجود نداره. ولی به نظر من ترسناک و دارکی اون آلیس، سندروم آلیس که گفتم نیست. خب اینجا فرد خب میتونه چیز کنه دیگه، تیغ بزنه ماش کلا. ولی یکی که فکر کنه اندازش اوکی نیست دارک. بریم بیماری بعد. همونطور که ما سندروم گرگینه داشتیم، سندروم خوناشام هم داریم، چرا نداشته باشیم؟ خیلی هم نداره. سندروم خوناشام خب از اسمش معلومه دیگه، یه سری افرادی هستن که از خون خوردن لذت میبرن، هیچی دیگه نمیخورن، مثل خوناشامای دیگه هم که تو فیلم ها دیدیم زیر نور خورشید نمیرن. خب این افراد دچار سرطان میشن. خب هیچ مواد غذایی بهشون نمیرسه، هم که زیر نور آفتاب نمیرن، هیچ درمانی هم براشون وجود نداره. یه چیز دارکی که تو ذهنم اومد این که الان فکر کن اینقدر شاید این بیماری شدید شه که گردن کسی دیگه مثل خوناشام دیگه گاز بگیره. این خیلی بده واقعا، اصلا بلش کن. بریم بعدی. تو فرض کن که اصلا کنترل دستتو نداری، برای خودش میره این وری و میزنه تو صورتت، اصلا کلا کنترلش دست خودت نیست دیگه. جالبه بدونی که همچین سندروم وجود داره به اسم سندروم دست بیگانه. یه زن 77 ساله این سندروم رو میگیره یا همون دوچارش میشه. روش که پزشکا کلی تحقیق میکنن، حالا میگن تشخیصش سخت بوده که اصلا چرا این سندروم رو گرفته، ولی میگن احتمالاً به خاطر اون ضربه‌ای که بهش وارد شده، اون سکته مغزی که کرده، اون مغزش آسیب دیده، باعث شده که اون کنترل دستاشو نداشته باشه. عجیب. بریم بعدی. تا حالا شده که سنگ بخوری، هوس کنی خاک بخوری، گل بخوری، اصلا هر چی غیر این مواد غذایی عادی. جالبه بدونی که سندرومی هستش به اسم سندروم پیکا که تو بچه‌ها بیشتر از بزرگسالا هستش، خانم‌های باردار هم بیشتره. اینا جذب مواد غذایی عادی نمیشن دیگه، میرن سمت این به خاطر اون کمبود آهنی که هست توشون اینجوریه و باعث خب وقتی اینا رو آدم میخوره سری مشکلات گوارشی هم پیدا میکنه دیگه، معده تعجب. حالا جالبه بدونی من بچه بودم خاک خیلی دوست داشتم، هنوزم دوست دارم و بچه بودم من خیلی خاک میخوردم. حالا الان که خیلی وقت تو ترک. اینم به نوع خودش جالب بود. بریم بیماری بعد. حالا اسم سندروم مرد سنگی به گوشت خورده؟ تو این بیماریه تو بدن فرد به جای رباط‌ها و تاندوناش استخونا رشد میکنن. انقدر رشد میکنن که اصلا قدرت حرکت از اون فرد میگیرن. یعنی فرد بدنش دیگه هیچ انعطافی نداره، پر از استخونه. خب اینجوری باشه دیگه نمیتونه حرف بزنه دیگه، حتی به زور نفس میکشه، حتی به زور دیگه غذا میخوره، چون تمام بدنش پر از استخونه.
حالا این سندروم به خاطر سری جهش ژنی هستش که اون فرد رخ داده. میگن که از طریق سری آزمایش‌ها از بچگی میشه فهمید و قابل دیدن. خیلی ترسناک. بعد حس میکنم کلا بدن اگه پر استخون باشه اصلا دردت میگیره. بعد حالا فرض کن بخوای قولنجم بشکنی، اینجوری کل بدنت باید بشکن. با آخر ویدیو رسیدیم. اینا فقط چند تا از بیماری عجیب غریب بود که اصلا برای خود منم خیلی جالب بود. اگه بیماری عجیب غریبی رو میشناسی حتما برام کامنت کن، میخونم نظرتو. حتما کانال منو سابسکرایب کن، لایک کن، حمایت کن. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.